ای دل مکن گناه که به تحقیق مردن است، اعمال نیک کن که قیامت رسیده نیست. باز سعدی به نفس خود خطاب میکنه، خود خطاب میکنه، چون کل نفس ذائقة الموت حکم شد، میدانی یقین که شربت مرگت چشیده نیست. برای نفس خود میگن وقتی که الله جل جلاله حکم کرده که کل نفس ذائقة الموت، هر کسی که نفس داره این شربت مرگ میچشه. چون کل نفس ذائقة الموت حکم شد، میدانی یقین که شربت مرگت چشیده نیست، حتما میمونی. خود خطاب میکنه خیز کن ای فلان و غنیمت شمار عمر، که این مرکب حیات ندائم دویده نیست. بخیز، حرکت کو، کار کو، برای آخرتت آمادگی بگی، چون مرکب حیات ندائم دویده نیست. برادر عزیز، مرگ در وقت میایه کسایی که سرطان میشن، این کسایی که روز به روز احساس میکنن که من میمرم، اینا مردم های بسیار خوشبخت هستن، بسیار نیکبخت هستن. چرا خوشبخت و نیکبخت هستن؟ به خاطر ازی که او میفهمه که من میمرم، او میفهمه که این وزن من کم شد، این خوراک کردن نمیتونم، این دکتر جوابم گفت، بالاخره توبه میکنه، استغفار میکنه، گناهش بخشیده میشه. اما بدا با حال کسی که الموت یأتی بغتة، مرگ ناگهان می و القبر صندوق العمل، و قبر چی هست؟ صندوقچه اعمال است، هیچ چیز دیگه به درد نمیاد. و من مات فقط قامت قیامت، مجرده که مرگ تو آمد قیامت تو شروع شد. خیز کن ای فلان و غنیمت شمار عمرتا. امیال که از امی قبرستان موتو تیر میشه، مرده ها وقتی که ببینه بر ما میگه که او مردم غافل، وقت داری وقت تا در راه مصرف میکنی که لعنت خدا را برات جذب میکنه، وقت داری وقت تا در معصیت الله جذب میکنی، وقت داری وقت تا به کاری مصرف میکنی. ای کاشی وقت تمامی داشتیم یا رب. او کسی که تو دوستت حساب میکنی و تو را به گمراهی میکشه، در روز قیامت هم دوست صدا میکنه که یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ای کاش من این نفر دوست خود نمیگرفتم، لقد اضلنی عن الذکر، اینمی دوست ما بود که مرا گمراه کرد، اینمی دوست ما مرا به طرف سیگرت کشان، اینمی دوست ما مرا به بینمازی تشویق کرد، اینمی دوست ما مرا به بی‌حیایی تشویق کرد، اینمی دوست ما مرا به غلامی تشویق کرد. پروردگارم و یوم یعض الظالم علی یدیه یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسان خذولا. یا لیتنی لم اتخذ فلانا، و اوجه باز یا لیتا و کاشکی باز به درد انسان نمیخوره. یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، باز میگه کاش که من فلانی نفر دوست خود نمیگرفتم. لقد اضلنی عن الذکر، واه امی دوست بدبخت من بر از یاد الله غافل ساخت. خانهش رفتم برام فیلم دیر چالان کرد، خانهش رفتم برام کست خواندن آرمان، خانهش رفتم برام غیبت شروع کرد، خانهش رفتم برام گمراهی رو برای من راهنمایی کرد. امروز بسیاری کسا هست انسانهای بسیار خوب هستن، ولی متاسفانه با داشتن دوستهای زشت از صف مؤمنان میبره.
صبح مسلمان است، شام کافر است. مثالش چیست؟ صبح مسلمان است که اعتماد از صف مسجد نماز میخوانه، مسلمان است. خفتن که در تلویزیون سوال کنی میگه موجودیت پایگاه های قوت های امریکایی در افغانستان تایید میکنه. کسی که پایگاه نظامی امریکا را ساختنش در افغانستان تایید میکنه، این دشمنی خود با خدا اعلان کرده و دوستی خود با کفر اعلان کرده. نعره تکبیر! الله جل جلاله چی میگه؟ لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء. مسلمان ها کافرها را دوست خود نگیرند. این مسجد 50 سال بود است. کسایی که 50 سال پیش این مسجد نماز میخواندن کلش فوت کرده و 50 سال بعد موجود کل ما زیر خاک هستیم. 100 سال بعد خود کل ما شما گله ما جمع است. لکن برادر عزیز کار نکنیم که در روز قیامت در پیش الله جل جلاله مسئول باشیم. الله چی میگه؟ ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى. لن در زبان عربی به معنای هرگز است. هرگز ابدا راضی نمیشه از تو یهود و نصارا. یهود کی هست؟ اسرائیل. نصارا کی هست؟ ناتو، امریکا و اروپا. هرگز یا از پیش راضی نمیشه حتی تتبع ملتهم، تا وقتی که ملت از اینها را متابعت نکنی. ملت یعنی دینشان، یعنی عقیدهشان. و روزی که کفر از تو راضی شد بفهم که اون روز از دین اسلام برآمدی. برادر عزیز هوشیار کسی نیست، هوشیار کسی نیست که خوب رشوت میخوره خانه چند منزله جور کرده. تو رشوت خور در قبر، در روز آخرت برای بچهت خانه 3 منزله میمانی، لکن بچهت اگر به خاطر خانه 3 منزله به دوزخ بره میگه پروردگارا پدرم این خانه را جور کرده بود. اولاد دشمن انسان میشه در صورتی که مخالف امر الله جل جلاله تغذیه شود. سعدی باز چی میگه؟ چون کل نفس ذائقة الموت حکم شد، میدان یقین که شربت مرگت چشیده. وقتی که کل نفس ذائقة الموت گفته شد، میدان یقین، با یقین بفهم که شربت مرگ میچشی. لکن مرگ میآید. وقتی که مرگ میآید چی کنیم؟ از خود آدم هوشیار پرسان کنه اگر امی لحظه مرگ ما بیاید آیا ما جنتی سیم یا دوزخی؟ آیا ما به جنت خاطر رفتیم یا به دوزخ خاطر؟ برادرای عزیز جگرتان خون نکنین که برای بسیاری کسان مثلا میگی گپای قبول نمیکنه. من یک جای شیشته بودم، یک کسی گفت والا استاد سر چند نفر گپای تاثیر که سر چند نفر دیگه تاثیر نمیکنه، این چطور داره؟ من گفتم مترس خوب الله رسول الله میگه که یک تعداد الله جل جلاله برای جنت خلق کرده و یک تعداد دیگر الله جل جلاله به دوزخ خلق کرده. در هیچ شک نیست که یک تعداد برای جنت خلق است و یک تعداد دیگر برای دوزخ خلق است. جنتی کی هست؟ دوزخی کی هست؟ کی به جنت خلق شده؟ کی برای دوزخ خلق شده؟ جنتی کسی است که وقتی برش حق گفته شد الله برش توفیق میده به طرف حق میره. زن جنتی رو برای ما قصه کردن، گفت استاد این زن 24 ساعت پیش تلویزیون شیشته بود، یک روز یک CD اسلامی را شنید که اگر دخترای ما فیلم سیل میکنه و رقص سیل میکنه در روز آخرت مادر محاسبه میشه، تلویزیون از 2 منزله تا که بابی اولادا بیاد زمین انداخت میدیش کرد. علامت انسان جنتی است دیگه. مجردی که نمیفهمید مجردی که فهمید تصمیم گرفت. لکن بسیاری کسا هست خوب در مسجد گوش میگیرن، لکن از مسجد که برآمد اولین چیزی که در موترش چالان میشه خواندنا هست. دریور است، دست راستش هم عکسای زنای برهنه است، دست چپش هم است نمازه که اینجا خواند، اینجا نماز که ما میخونه در داخل موتر خود کار شیطان میکنه. برادرای عزیز فقط آدم هوشیار یک کار بکنه و اوی است
که آیا من در راه جنتی ها روان هستم و یا در راه دوزخی ها. و اگر خود انسان خودش خود محاسبه کنه، این بسیار ساده هست. خود انسان که بر خود لست برده، امروز من چی کاری کردم که کار جنتی ها باشه و چی کاری کردم که کار دوزخی ها باشه. هر کس خودش میتونه خود اعمال خود محاسبه بکنه. بالاخره سعدی چی میگه؟ سعدی در این قفس کی تمام داشت مرغ را، روزی قفس شکسته و مرغش بریده. برادرای عزیز، بیایید سر اعمال خود تجدید نظر بکنیم. بیایید که اعمال خود ما محاسبه بکنیم که اعمال جنتی ها هست و یا اعمال دوزخی ها هست. خوشا به حال انسانی که صدقه جاریه داشته باشه. صدقه جاریه چی هست؟ اولاد نیک داشته باشه که اولاد نیک ازی برش دعا میکنه. صدقه جاریه ای است که انسان علم نافع می داشته باشه، مردم از علم از او استفاده میکنن تا روزی که از علم از استفاده کرد بر ازی ثواب از او میرسه. صدقه جاریه ای است که انسان مدرسه یا مسجد می سازد که اون مسجد و مدرسهش تا وقتی که در بین اون مسجد و در بین از اون مدرسه عبادت الله میشه و تعلیم دین میشه، برای اجر و ثوابش میره. در غیر از او برادرای عزیز، مرگ انتقال از یک زندگی به زندگی دیگر است. مرگ انتقال از یک زندگی به زندگی دیگر است. منتها فرق این دو زندگی چی است که از بعضی کسا با مرگ دفتر اعمالش بسته میشه، از بعضی کسای دیگه است که با وجود مرگ هم دفتر اعمالش باز است. از بعضی کساست اعمال دارن، با مرگ دفتر اعمالش بسته شد، دوستش بسته شد، خلاص. بعضی کسای دیگه هست برادرای عزیز که با مرگ دفتر اعمالش بسته نمیشه. لکن این دو قسم است. یک قسم کسایی است که اعمال نیک کردن، دفتر اعمال ازی با نوشتن اعمال نیک باز است. لکن یک تعداد کسای دیگه هستن که دفتر اعمالش با اعمال زشت باز است. برادر، کسایی که امروز شما میشنوین بسیاری وقتا او روز من پیش خانه ما کلکین سال داشتم، اما تو از بیرون صدا آمد معصومه سلسله دار. من گفتم سر که بیچاره 10 سال پیش مرده، تا بالا در دفتر اعمال از یه روز معصومه سلسله دار روش شده میره. همین چیزا مونده دیگه، خوانده ساز و هر روز که خوانده میشه در دفتر اعمال ازی هر کسی که ازی استفاده میکنه میشه. همین کسایی که تلویزیون ها فیلم های خراب میسازن، مسئولین تلویزیون باید بفهمن که اگر بمره هم تا روز قیامت این همی تلویزیونی را که تو ساختی، همی فیلم های ایندی را که تو دوبله کردی، تا روز قیامت در اعمال تو هر کسی که ببینه نوشته میشه. این کسایی که خواندن میکنن، این کسایی که رقص میکنن، این کسایی که شعرهای بیهوده میگن، این کسایی که سینما میسازن، این کسایی که دیسکو خانه میسازن، این کسایی که کلب‌های بیلیارد یارا میسازن، ولو که بمونه تا روز قیامت برازی چی میشه؟ تا روز قیامت تا که مردم از استفاده میکنن و این رو میشنون در دفتر اعمال زشت نوشته میشه. پس اونجا یکی باقیات صالحات است، یکی باقیات طالحات. باقیات صالحات از کسایی است که در راه دین خدمت کردن و تا روز قیامت. امروز مثلا اگر هر کسی در افغانستان بگوید که لا اله الا الله محمد رسول الله، و حضرت عمر و حضرت عثمان ثوابش رو روان میشه، به خاطر از اینکه اونا سبب از این بودن که در افغانستان اسلام آوردن. هر کسی که کلمه بخوانه، هر کسی هر رکعت نمازی بخوانه، یک کاپی از او در دفتر حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر میره، در دفتر صحابه کرام میره. از این خاطر صحابه کرام دین فهمیده بودن، اونجا 1000 1 لک رکعتی نمازهای خدا اعلان کردن اینجا آمدن. چرا تو صحابی از اون جمعی که میای در افغانستان اینجا جهاد میکنی؟ به خاطر از اینکه اینجا مردم مسلمان شود، به خاطر که این صحابی که اگر در اونجا در مکه نماز میخوان 1 رکعتش 1 لک ثواب میداشت، با مرگش دفتر اعمالش بسته میشد. اما وقتی که اسلام در افغانستان نشد که تا روزی که در افغانستان مردم کلمه بخوانن، 1 کاپی کلمش، 1 کاپی از اعمال از او در دفتر اعمال از او میره. شما فکر بکنید چند میلیون در افغانستان است
و چند میلیون کاپی روزانه به دفتر حضرت عمر، حضرت عثمان، سبحان الله، رضی الله عنهم و رضوان. انسان اگر یک مرغ روح به یک مرغ تشبیه کرده که در این قفس سینه مثل یک مرغ واره است، روزی قفس شکسته و تا چه وقت این مرغ در بین از این قفس بندی میکنید؟ سعدی در این قفس که توان داشت مرغ را، روزی قفس شکسته و مرغش بریده نیست.